درباره تولد شدن اسماعیل علیه السلام و چگونه پیدا شدن آب زمزم سخن گفتیم و باز کمی درباره ذبح اسماعیل علیه السلام از دست پدرش یعنی ابراهیم خلیل الله سخن گفتیم. اسماعیل علیه السلام همراه مادرش هاجر در مکه زندگی می کردند. قافله از جنوب، از جرهم، از قبیله عرب که از آنجا می گذشتند دیدند که آنجا خیرهای زیادی قرار دارد. آب زمزم را دیدند، میوه ها را و دیگر نوش و نعمت‌هایی را که خداوند به اسماعیل علیه السلام و مادرش هاجر عطا کرده بود. بعد از این آنها دیگر نخواستند که این نوش و نعمت‌ها را اینجا گذاشته و دیگر جا روند. از همین سبب آنها از مادر اسماعیل علیه السلام اجازه پرسیدند تا اینکه در همانجا زندگی کنند. اما ابراهیم علیه السلام که در فلسطین بود به نزد پسرش اسماعیل یعنی به سوی مکه برگشت. آن پسر به سن رسیده بود که با پدرش راه می رفت. بازیکن شده بود. چقدر ابراهیم خلیل الله او را دوست می داشت. وقتا که به پای خود راه می رفت و کمک رسانی پدرش شده بود، ابراهیم خلیل به او گفت: ای پسرم، خداوند مرا به کار امر کرده است. گفت: به چه چیز تو را امر کرده است ای پدر؟ ابراهیم خلیل گفت: خداوند مرا امر کرده است که تو را ذبح کنم. خداوند می گوید: پس چون آن طفل به آن سن رسید که با پدر سعی تواند کردن، ابراهیم گفت: ای پسرک من، همانا من در خواب می بینم که تو را ذبح می کنم. پس در نگر تا چه چیز به خاطر تو می رسد. تصور کنید امر خداوند را به ابراهیم علیه السلام. او باید ذبح کند پسری را که سالیانی دراز در انتظار آمدنش بود. در این سن و سالی که او به بازی مشغول بود به او گفت: ای پسرکم، من باید به امر پروردگار خود سر نهاده تو را ذبح کنم. اسماعیل علیه السلام به او جواب داد. به جواب داده او نگرید. گفت: ای پدر من، آنچه بکن که تو را فرموده شده است. خدا خواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت. الله اکبر. چگونه امتحان است این چگونه بلایی باشد. این امر تنها به گفتن نیست بلکه به انجام دادن این امر است. تصور کنید پسر به پدر می گوید: ذبح کن مرا چنانه که خداوند تو را امر کرده است. وقتا که هر دو تسلیم امر پروردگار عالمیان شدند، پدر پیشانه پسر را در زمین گذاشت، سنگ را بر زمین نهاد، سپس پسرش را آورد، کارد را تیز کرد و کارد تیز شد. اینجا پسر به پدرش گفت: ای پدر من، رویم را بر زمین گذار. ابراهیم خلیل گفت: برای چی ای پسرکم؟ گفت: چهره ام را بر زمین گذار تا اینکه مبادا برویم نگاه نکنی که رحمت بیاید و از فرمان خدا دست کشی. سپس ابراهیم خلیل کارد را بر گردن پسرش برد. میخواست او را ذبح کند اما کارد نبرید. اینجا اسماعیل علیه السلام به پدرش گفت: ای پدر من، آن را سخت‌تر زیر کن، زیرا که این امر پروردگار عالمیان است. ابراهیم خلیل کارد را سخت‌تر زیر کرد اما باز هم کارد نبرید. خداوند میگوید: پس چون هر دو گردن نهادند و پدر پسر را به پیشانی بیفکند و ما ابراهیم را آواز دادیم که ای ابراهیم، به درستی که خواب را راست کردی، همانا ما نیکوکاران را همچنین جزا می دهیم. همین طور ابراهیم خلیل الله در امتحان پیروز شد. کی می تواند چنین کار را بکند جز ابراهیم خلیل؟ عجیبش این که تنها ابراهیم نه بلکه پسرش نیست که می گفت: ای پدر من، آنچه بکن که تو را فرموده شده است. آنها تنها به الله ذوالجلال تکیه کرده بودند و برای انجام دادن فرمانهای خدا به هر کار قادر بودند. اینجا ابراهیم علیه السلام صدایی را شنید. سپس به سوی آسمان نگاه کرد و دید که گوسفندی از آسمان فرود می آید. خداوند می گوید: و به عوض او ذبح بزرگ دادیم، یعنی گوسفندی بزرگی را برای قربانی کردن در عوض اسماعیل علیه السلام. الله ذوالجلال گوسفندی را فرستاد، فدیه برای اسماعیل علیه السلام. ابراهیم خلیل آن را به جای پسرش ذبح کرد. همین طور ابراهیم خلیل الله فرمان پروردگارش را به جا آورد. نه تنها ابراهیم خلیل بلکه پسرش نیز در امتحان پیروز شد. ابراهیم علیه السلام